اگر شما بارهای خود را از شهر مسکو به تاجیکستان روان کردن خواهید، مرحمت به شرکت بهرام زنگ بزنه. سراغ بازار صدوات و لوبلینا. اگر بارهای شما وزبی باشد زنگ زنه. از تمام شهرهای مسکو و подмосковский область آنها خودشان رفته میگیرند. با خواست خداوند بارهای شما را از شهر مسکو تا دوشنبه، نویه یوان، نویه رودکی، شهر باختر، عمان ولایت ختلان میره نگفتن اونا تا خونه‌تون رو برده میرسونم. مردک کنه. مرحمت به همین رقم زنگ زنید. در یک ماه 3 مرتبه از شهر مسکو به تاجیکستان میآیند. من همین زنکی گرنگ گفتم که جوگی مرا در نزدیکی تلویزیون پرتو. این زنکی گرنگ جوگی مرا در تکی تلویزیون پرتو. اومد تلویزیون چطوری تماشا کنم بخور. میشه بخور تماشا کردن. زنک. همین زنکی نه اسویدن. نوبت خودش کشید تلویزیون را سر گیرا میکنه ترک شوه کینوی ترکی تماشا میکنه کینوی اندیس تماشا میکنه. نوبت من کشید تلویزیون را میکشه. من همین تلویزیون شم بذارم اوقاتشم نمیخورم. احمق. دختر جون دومود نازه تقوی سوزه میشه همه ما اینا کاسمتیکو بگی همه صندوق ببره یک چمدان کاسمتیک میبره. دوزه تقوی تیجه سلامتی و نازه دومود لابا یه تنجه چی گپ شد دختری ما گیره کیسه بای برموت اومده چی تنجه یا گیجو تیجه تقوی اینمی یا عدیالو اینم دو بولیشتو یک دو چمدان کاسمتیک بردمش آورده مخی. خیلی تقوی یک فهمیدن در کارودم من میفهمم مخی خیلی دختری یوشای اینا 18 را پر کرده 35 در اومده یکی فهمیدن در کارودم همی گپ بین خمون تقوی همی دخترتون مدد نشی خیلی فهمیدن در کارودم. دومو جون خیلی زندگی پسی و بلندی دوره. خیلی زنک تربیه کردن در کار وقتی که نشی تعلیمش میگی تربیهش میکنی میفهمونیش خیلی گپ نی یه روز شکلات و دیگه روز نمیگه. خیلی فهمیدن در کار دختره همه پسی بلندی میگه مردک بره تقوی مو زندگی را بلندیش ندیده مخی حتی می فقط زندگی پس مخی خیلی فهمیدن در کار مخی. اما خطه همین مردک باره گپ بین خمون تقوی همین گفتم که همین دخترتون مده نشی یکم اخی چکو کنم نمیدونم اخی تقوی باید فهمیدن در کارودم. دومو جون اکی میره با صد حواس امید کلون کردم در خودت برو بردم دادم باورم دومودی ناز گفته اکی روز در بین مردم را شرمنده میکنه اوز تیره بیار در این خونه مونی مورا همسایه میخواندن اخی وای اخی دیونه چه کاسمتیک رو زرد مالیست این 7 ماه تولد شدگی 7 ماه تولد شده ای بچه این 7 ماه تولد شده ای خیلی اگر 9 ماهای پر تولد میشید به فکرم خانمون ما را میسوخته گو خیر فهمیدن در تو خلاصه اینا نگاه کن زراعتی که چه کدسه ما در یک ماه 99 تا زراعتی گالش میکنم این نمیدونم کسلش به همین زراعتی که چه خیلی همه کم در پرسته خیلی خلاصه تقوی جان همین دخترتون مده نشی خیلی بفهمی وقتی مرام باید عزوی اینمی اونمو اینمی خلاصی زندگی کردن در دومو تقوی جان آخی ما اینمی میگه که ساعت یک دی شو میشه مده میگه که خیلی شکلات بیاره مگزین اوتا اینمی مال شکلات نمیاره باوتی نمیاره نمی این شکلات با شکلاتای دختر جون باید شکلاتای نام شمیگیره مرا اوتانتی دیگه نیست شکلاتی باونتی میگه باونتی ما یک جمعه اون در ساعت 12 شب ای دختر جون خیلی زندگی و خلاصه همین دختر مدن نشی همین را بفهمه که فهمانشه همین خیمه فهماندوشم که مرا نفهمیده است که اگر میفهمید که ما همین را یکم بار همون تای 14 دیده بودم اوچما گفتم که همین عروس نمیشه گفت اوستا میشه گفت همین اوستا گفت دختری ناز میشه تربیه کردن در گوره نه کمین حوزرم نشی خیلی همین رو فهمیدن در گوره گوش اینا عدیال آوردم با شما یک خانگاه داره گفتم بالکن دو یک شب اگر خوابم رویم برای بالکن آوردم خیلی آدمگری گفتیم نه که همین دخترتون مردک باره گپ بین خدمون او گیره داره و بی یا پیر چی دسته اولم گیره میکنه شما هم گیره میکنه خود به خودش دخترتون مده با میگم نشی گفتم که دختر موی سرش درست عقلش کوتاه میگه تو مرده که باید بفهمونی زندگی کرده میشه فقط یکدیگر فهمی کنه نشی نه میشه و میشه و چه گفته میشه آخی نشید میگم شما میگه میشه نه که نمیشه نشید آخی تقوی ای گوش که دومو
همین دختری ما پانشوی پیشترش ده شیدو همین تدا لاشی ای موی بالا در آسمان خانه تو ای سروی روانی بچه دیوانه تو دیوانه منم که از جمال دورم خوش دولتی آن کسی که همسایه تو ای خوش دولتی آن کسی که همسایه تو دارن چه خود چی با دین اشاو تگی تریزه تا رفتم 2 ساعت مردم عایشه تا هیچ نکی فروی ای سودایه آتا 2 ساعت در تای خانه ما میشینی بعد تریزه را نگه نکردی که همون سوید مرد گیران شد اومد دیدم سویت کشتی گیران کردی نکی نفهمیده برای چی سویت کشتی گیران کردی چی معنا داشت ای سودایه اما او سویت کشتی گیران کردم که تو بفهمی که در خانه ما هیچ کنسته خانه ای کرد من میرم میدرو بخورم تو سویت کشتی گیران کردی انا ایس پس بفهم که در پیش من چقدر ارزش داری چقدر قدر داری بفهم که چقدر دوستت میدارم انا من نو فهمیدم که در حقیقت ما را دوست میداشتی من تا همین وقت فکر میکردم که تو ما را تماما دوست نمیداری ای خرسانی ما کو در فوتبال کار نمیخوجو خیلی که نمیگنجی در فوتبال کرد برور پرتاشه فوتبال کار میپرتمو نکی ایا چی خاطرم ای چی اگر ما بودم ما بمرم تی یگون بچه دیگه را میگیری ای خاطر نشه جان تو زندم بمانی مطرح نمیگیرم